اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار مردم خدمت شما هستیم و همینطور خدمت استاد عزیزم محمدی شاهرودی عزیز و گرانقدر. آقا سلام عرض کردیم، دعات قبول باشه. خوشحالیم از زیارتتون. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. بنده خوشحالم که در خدمت شما و دوستان عزیز بیننده هستم. ان شاءالله که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شما و عزیزان بیننده باشه بر زبان ما و شما و سوالهای دوستان جاری بشه. الهی آمین. الهی آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، قبولی طاعات و عبادات، مخصوصا روزها و نمازها و سحرخیزی ها و هر کاری که ایام میکنید. ما بحثی شروع کردیم، پیامبر اومدن تو مسجد، دیدن مردم یه گوشه جمع شدن، فرمودن چه خبر؟ گفتن علامه اومده. بعد پیامبر گفتن که این که علامه نیست، اینا که علم نیست که. بعد خودشون فرمودن علم در 3 شاخه خلاصه میشه: جهانبینی، عقاید و اخلاق و تربیت و فقه و احکام. عقاید خودش 3 شاخه عمده داره. ما 3 تا مسئله اساسی در جهانبینی داریم: 1 مبدأ شناسی، 2 مقصد شناسی و 3 راهنما شناسی. این 3 شاخه و مقصد راهنما. این 3 تا که حالا بسته کامل. آره، در زبان دین خودمون به مبدأ شناسی تحت عنوان توحید و عدل ازش یاد میکنیم. مقصد شناسی رو میگیم معاد شناسی، فرجام شناسی. راهنما شناسی رو میگیم نبوت و امامت. این 5 تا میشه کل جهانبینی ما و اون آیت المحکمه و اون فقه اکبر که ما در صدد بیانش هستیم. بله. پس معاد شناسی شد یکی از شاخه های جهانبینی و یکی از اصول اساسی دین و یکی از مسائل اساسی جهانبینی. حالا بقیه اون شاخه‌های دیگه هم بحث داره. در رابطه با معاد شناسی هم ما بنا داریم این چند فصل رو بگیم. 1 اهمیت و ضرورت این بحث که در چند جمله عرض خواهیم کرد، در چند جلسه بشه. 2 یه مفهوم شناسی مختصری که اصلا معاد یعنی چه، معاد جسمانی یعنی چه، آخرت، قیامت، یه خیلی کوتاه. و 3 اثبات معاد که به هر حال باید یه نوجوان وقتی سوال میکنه به چه دلیل معاد وجود داره، ما حداقل که دلیل خیلی پیش پا افتاده و ساده براش داشته باشیم که قانع بشه که عالم دیگری وجود داره و معادی وجود داره. عمده بحث ما اون فصل 4 بحثی که مراحل معاد باشه. درست. که از دنیا شروع میکنیم تا به آخر خط که دیگه اون سرمنزل مقصود باشه میرسیم. عمده بحث ما، حال اگر هم تو ماه مبارک تموم نشه، ما این قولو میدیم که در آینده هم اگر حیاتی بود، اگر فرصتی بود، خلاصه این بحث رو کاملش کنیم. من نگران این بودم که مثلا زمان زیاد بیاریم بحث رو تموم شه. شما فرمایید زمان کم میاریم. نه، زمان فقط راجع به مرگ میشه 10 ها برنامه ضبط کرد. فقط راجع به خود مرگ 10 ها سوال وجود داره. قبل از مرگ چه اتفاقاتی میفته؟ این سکرات یعنی چه؟ قمرات یعنی چه؟ حقیقت مرگ چیه؟ چرا از مرگ میترسیم؟ آیا ما تاثیر در مرگ خودمون داریم یا نداریم؟ ان شاء الله برسیم این بحثا رو بشنویم از شما. بله ان شاء الله. همین مرحله اول که بهش قیامت صغری گفته میشه، سوالهای زیادی دربارش خیلی. بله. این کل اون چارچوب کلی بحث ما همینه. پس اولین بحث ما شد اهمیت و ضرورت معاد. من یه سوال از دوستان عزیز بیننده داشته باشم: از چه راهی ما میتونیم اهمیت و ضرورت معاد رو ثابت کنیم؟ سوال رو عوض میکنیم: انسان چه راههایی برای این که بخواد یک مطلبی رو ثابت کنه یا رد کنه چه راههایی داره؟ حالا من از شما سوال میکنم. ابزار معرفت، راههای شناخت. بالاخره این حواسی که خدا به انسان داده دیگه، درسته، از اینا باید استفاده بکنه. کاملا درسته. ابزارش یکیش حواس، درسته. عقل و یکیش هم عقل، درسته. قلب و یکیش هم قلب، درسته. دیگه چیز دیگه میمونه. وحی. بله اون که دیگه من در واقع به نظرم 2 تا راه کلی اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم: یکی که بهش میگن رسول باطنی، عقل، یکی هم رسول ظاهری که در واقع قرآن و نبوت. حالا عقل در کنار عقل حس هم هست، دل هم هست. پس 4 تا راه برای اثبات معاد داریم. تو قرآن هم به این راه اشاره کرده.
فرمود و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا شما را شکم مادرها بیرون آورد در حالی که چی نمیدونستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. چشم و گوش و اینها رو حواس، این یک ابزار، عقل هم ابزار دیگر، اینها رو قرار داد تا شما به معرفت برسید. بله بله. پس انسان 4 تا راه برای معرفت داره. یکیش عقل، اون که از طریق عقل به دست میاد بهش میگن حکمت، فلسفه. نتیجه محصول عقل میشه حکمت. درست. حالا اینکه عقل چه موضوعاتی رو درک میکنه، چه موضوعاتی رو درک نمیکنه، چه نقاط قوتی داره این راه معرفت، چه نقاط ضعفی داره، میشه ازش به جهان بینی رسید یا نمیشه؟ یعنی میشه که انسان تفسیر کلی از کل عالم از طریق عقل داشته باشه یا نمیتونه؟ آیا عقل برای انسان ایمان آفرین هست یا نیست؟ آرمانساز هست یا نیست؟ عشق آفرین هست این معرفت یا نیست؟ جنسی معرفت چه جنسی است؟ اینا رو دیگه ما سوال کردیم و به خود دوستان واگذار کردیم. اگه خواستن خودشون بعداً سوال کنن تا خودمون جواب بدیم ان شاء الله. بضاعت ما برگرده به خودمون جواب بدیم. همینطور حواس، اون چیزی که از طریق حواس به دست میاد اصلا بهش علم گفته میشه. درست. ساینس. خب اونجا هم باز همین سوال ها وجود داره. حواس چه چیزهایی رو میفهمن، چه چیزهایی نمیفهمن. ما از طریق چشم یعنی میتونیم برزخ رو ببینیم. با این چشم نمیشه برزخ رو دید. با این گوش که صدای اموات رو نمیشه شنید. الان اونا دارن صحبت میکنن، حتی با ما صحبت میکنن. وقتی میریم سر قبرشون با ما صحبت میکنن. سر قبرم لازم نیست، همینجا هم اگر این گوش باز بود و اگر این زبان باز بود میشنید. ما میتونستیم با جد هفتممون تماس بگیریم، باش صحبت کنیم. جناب شما که 400 سال پیش 300 سال پیش مردید، اون وقت چه خبر بود؟ الان کجایی؟ چیکار دارین میکنید؟ هم اون ما رو میبینه، هم ما با این چشم برزخی میتونیم ببینیم، هم اون حرف ما رو میشنوه، هم ما حرف اون رو میشنویم. این حواس ظاهری ما دیگه این چیزا رو نمیتونه بفهمه. دیگه نمیتونه با مرده صحبت کنه. مرده که 800 سال 700 سال پیش مرده دیگه نمیتونه باش صحبت کنه. خب حواس چه چیزایی میفهمن، چه چیزایی نمیفهمن؟ این دیگه باز همون سوالایی که راجع به عقل پرسیدم عیناً اینجا هم همونها هست. راه سوم راه فطرته، راه دله. اون که از این طریق به دست میاد اصطلاحاً بهش عرفان گفته میشه. شهود، کشف، مکاشفه، اینا از این طریقه. درسته. اینم یه راهی است برای معرفت. و راه چهارم راه وحیه. اون که از این طریق به دست میاد اصطلاحاً بهش مذهب گفته میشه و مکتب و اون معلومات دینی که شاید بیشترین معرفت‌های انسان از همینجاست. مخصوصا تو بحث ما که بحث معاده، عمده حرف‌های ما از این طریقه. عقل اجمالاً معاد رو ثابت میکنه که معادی هست. حس اینجا راهی نداره، نمیتونه بگه هست یا نیست، میگه نمیدونم چون ندیدم نشنیدم. دل قبول میکنه، منتها راه بسیار پرپیچه، خم و طولانی و سختی است. 40 سال انسان باید ریاضت بکشه تا چشم دل باز بشه و برزخ رو ببینه و گزارش کنه. و تازه اونم شخصیه، علمی که به دست میاره علم شخصیه، قابل انتقال نیست. اینا که مرگ تجربه کرده بودن، آنچه که اونجا درک کرده بودن از همین جنس علم شهودی بود. وقتی مثلا گزارش کنم بگن عجیب و غریب میشد که اون چیزی که دیده بودن در متن واقع، این خیلی سخت بود براشون که بتونن به دیگران منتقل بکنن. میمونه راه وحی. بیشترین حرفی که ما خدمت دوستان خواهیم داشت از این طریقه. گاهی برخی از دوستان که تو رادیو معارف بحث‌های دیگه در رسانه‌های دیگه بحث‌های ما راجع به مثلا برزخ و معاد اینها که میشنون، میگن که مگه ایشون کاروان داره که مسافر میبره اون طرف و برمیگردونه که انقدر دقیق داره دقیق صحبت از همه جا، یا خودش مثلا بارها رفته اونجا گشته. نه ما مسافر میبریم اونجا، کاروان داریم که بخوایم افراد بریم برزخ برگردونیم. یعنی از این توریست بهش میگن. بله. نه این حرف هاست، نه این که خودمون رفتیم و برگشتیم. هر چی میگیم از همین طریق چهارمه، از این راه چهارم چه در قرآن اومده، اون چه در روایات اومده. اصلاحی میکنم از این طریق ما اون چه خدمت دوستان میگیم غالبا شاید بالای 90% حرفای ما از همین طریق وحیه. اتفاقا تو منابع هم فراوان داریم که بعدا ان شاءالله در این باره صحبت خواهیم کرد. خیلی خوب. پس خواستگاه فرمایشات استاد پیرامون آنچه که خواهید شنید که عمدتاً بحث معاد هست،
از قرآن و حدیثه عمدتاً بالای 90%. اهمیت و ضرورت معاد رو که الان ترک کردیم دوستان فکر میکنن برنامه بعد انشاءالله خود ما از 4 راه اهمیت معاد رو انشاءالله بحث خواهیم. اهمیت معاد رو انشاءالله توی برنامه آتی ابتدای برنامه از شما خواهیم شد. خب بریم یه چیز حال خوب کن پخش کنن آقای حسین زاده عزیز، حالون بهتر از گذشته بشه، برگردیم و سوالات مردمان با اجازه آقا مطرح خواهیم کرد. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داشتم به سوالات شما نگاه می‌کردم که دریافت کردیم و اگر استاد اجازه بدن من بپرسم سوالات من. گفتن لطفا در خصوص نسبت بزرگی عالم برزخ به دنیا توضیح بفرمایید. درک و احساس در عالم برزخ نسبت به دنیا چجوریه؟ در روایات ما نسبت به این شکل بیان شده که نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیا به رحم مادره. جنین که در رحم مادر هست در دنیا هم هست دیگه. بله. دنیا رو به خودش مقایسه کنید از لحاظ وسعت، عظمت، معناداری، حیات دنیا با اون حیاتی که حیات گیاهیه. جنین زندگیش زندگی گیاهیه، مثل یه بوت و گل از طریق اون بند ناف مادر تغذیه میشه و تنفس هم نداره و یه زندگی گیاهیه، مثلا یه بوت و گل عرض کردم. خب به همین نسبت حیات دنیوی نسبت به حیات برزخی مثل همین میمونه که ما الان در برزخ هم هستیم. بله برزخ ما رو احاطه کرده. اگر شما یه هندوانه خیلی بزرگ رو در نظر بگیرید، خب یه دونه ارزن داخل این هندوانه باشه، آره، اون ارزن دنیاست با همه طول ارزش، با همه عظمتش. اون هندوانه بسیار بزرگ به عالم برزخ. عجب. بله. یه همچین نسبتی. بله. اگر شما یه حلقه کوچکی رو توی یک بیابان بسیار وسیع که انتهاش مشخص نباشه در نظر بگیرید، اون حلقه کوچک میشه دنیا، اون بیابان بسیار وسیع میشه برزخ. نام بر اساس روایت، همش روایته. عرض کردم ما بالای 90% از روایت غیر از این راهی نداریم، چون ما آره. که برزخ رو ندیدیم میتونیم چجوری هست. بله کسانی که چشم برزخشون باز شده دیدن، ولی 1% دیدن، 99%شون هم ندیدن. اینا که مرگ رو تجربه کردن دیگه از برنامه‌های اون زندگی پس از زندگی من گفتم اون چیزی که اینها از اونجا درک کردن در حد 1%. مرده عالم برزخ رو دیده، منتها عزیر پیامبر، حالا اینا ممکن مثلا 4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت بمیرن برگردن، عزیر پیامبر 100 سال مرده بود. آیه 259 سوره بقره او کلذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها، وقتی که برگشته بود از خدا میپرسه که کم لبثت، میگه لبثت یوما و بعد یوم، یه روزی نصف روزی یه چرتی زدیم خلاص برگشتیم. پس اینکه عظمت برزخ رو تازه اون هم ندیدم. خب پس واقع اینه که هم زندگی خیلی شدیدتر زندگی برزخی، آلامش و رنجهاش هزاران بار از دردهای دنیا سخت‌تره، لذت‌ها و سرور و شادی‌هاش هزاران میلیون‌ها بار از دنیا شدیدتر و وسیع‌تر و عالی‌تره، قابل قیاس نیست. اینایی که باز تو این زندگی دوستان این برنامه دیده باشن، یک 4 تا گوی رو اونجا بهشون نشون میده، زندگی پس از زندگی. آره میگفت که این خواب و خیال و دنیا و اونجا کدوم واقعی تره، کدام واقعی تره، کدام شدید تره، همشون میگفتن اون. دقیقاً. این که عرض کردم فقط یک خیلی عجیبه، بسیار ناچیزی از اون عالم دیدن. تازه باز اون یه چیزی نظر میگه واقعی تر، اون گو واقعی تر از کل دنیاست اینها. بنابراین نسبت بسیار، همین که گفتم این همش روایت بود، عالم برزخ بسیار شدیدتره. به همین دلیل هم دوستان کارها برای عالم برزخ نذارن. کاری که تو دنیا اصلا میتونه انجام بده با یه استغفار میتونه تو دنیا این کار انجام بده، اونجا بخواد انجام بده باید 70 بار پوست بندازه تا آیا به اون نتیجه برسه یا نرسه. بعدا انشاءالله در رابطه با عالم برزخ بیشتر صحبت خواهیم کرد و اینکه حالا نسبت برزخ با دنیا، نسبت دنیا با برزخ، این مقدار که عرض کردم برای اون سوال کافیه که بله برزخ نسبت به دنیا وسعتش و عظمتش و معناداریش و شدت وجودیش بسیار زیادتره. بله. گفتن اعتقاد به معاد به چه درد ما میخوره؟ چه گره‌ای از زندگی من باز میکنه؟ نونی میشه تو سفره من؟
اولا که همه چی که نباید نون تو سفره بشه. آیا عقل انسان غذا نمیخواد؟ فطرت انسان غذا نمیخواد؟ انسان فطرتاً دنبال حقیقت جوست. اگه این میل سرکوب نشده باشه انسان کنجکاوه، انسان حقیقت جوست. شما این بچه کوچیک رو ببینید، یه اسباب بازیش براش میخرید چیکار میکنه؟ بازش میکنه، توشو میخواد ببینید چیه، اینقدر ور میره باشه حتی خرابش میکنه. دقیقا من خودم همین کارو میکردم روز اول دوم. کلا این میل حقیقت جویی است که در نهاد انسان وجود داره. این بحثا این میل رو سیراب میکنه، به این میل پاسخ داده میشه. فقط انسان میل به غذا که نیست که نون نمیشه. بله انسان نون هم میخواد، اون نون غذای جسمه. بله جسم انسان غذا میخواد، عقلش غذا نمیخواد، دلش غذا نمیخواد، نفسش غذا نمیخواد. بله اون هم غذا میخواد. غذا چیه؟ همین حرفا. مطلب دوم این که به هر حال شما در این که سفری در پیشه که نمیتونید تردید کنید که میشه گفت که ما این سفر رو قبول نداریم و این انسان عقلش از دست داده باشه. کافر هم که باشه چی میگه؟ مرگی وجود داره. پس سفری در پیشه. عقل نمیگه که ببین این سفر کجاست، چی لازمه، که بیگدار به آب نزده باشی. این انسان عاقل باشه، یه مسافر میخواد بره مسافرت، شما میخواد یه کشور خارجی برید مثلا به عنوان یک مأموریت، از مدت ها پیش چند ماه قبل مطالعه میکنید نسبت به اونجا، آدابشون، رسومشون، ارزششون، نمیدونم همه اینها مطالعه میکنید که اونجا گرفتار نشی. تو همین خود دنیاست، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، انسان از عالمی به عالم دیگه نرفته. بله. ولی مدت ها مطالعه میکنه که من کجا میخوام برم، کی برم، چه جوری برم، با چه وسیله برم، چقدر همراه خودم پول بردارم. دقیقاً. همه اینها انسان حساب کتاب میکنه. وقت این سفر رو انسان فکر نکنه کجا میرم، سفری که اصلا خبر نداره اون طرف چه خبره، چه غذایی باید همراه خودش ببره، چه زاد توشه باید همراه خودش ببره، چه گردنه ها، چه پرتگاه ها، لغزشگاه ها فرا روی او هست. فلقته همل عقبه و ما ادراک مل به پیامبر میفرماد قرآن و ما ادراک مل عقبه. چی میدونی این گردن ها چه گردنه هاییست؟ پناه بر خدا. نباید اصلا این گردن ها رو مطالعه کنی که این گردنه هست، من چرا از این گردن ها عبور کنم. راه در این که انسان میخواد وارد این راه بشه تردید نیست، دست خودش هم نیست. وقتی موقع شد بهش میگن که یالا شروع، حرکت شروع شد. اسرائیل میاد، لحظه هم بهش مهلت نمیده. به پیامبران مهلت نمیداد. به حضرت سلیمان با همه عظمتش مهلت نداد بنشینه. عجب. سرپا که ایستاده بود گفت بنشینم، گفت نه همین. که به عصا تکیه کرده بود و جن هم خیال میکردن سلیمان زنده هست، کار میکردن. موریانه رفت عصا رو خورد، سلیمان افتاد، جن دید عجب بیگاری کشیده. سلیمان مدت فکر میکردن داره نگاهشون میکنه، نظارت میکنه، از ترس سلیمان میشدن داشتن کار میکردن. وقتی مرگ فرا، بله حضرت نوح وقتی که اسرائیل اومد گفت برای چی اومدی؟ گفت برای قبض روحت. گفت اجازه میدی من از این آفتاب برم سایه؟ گفت این مقدار اجازه برای تو پیامبر اولوالعزم شیخ الانبیا هست. وقتی رفت سایه ازش پرسید که خب دنیا رو چطور دیدی؟ گفت به اندازه همین اومدن از آفتاب به سایه 2500 سال عمر کرده ها. گفت به نظر من به اندازه همین از اومدن از آفتاب به سایه. خب وقتی انسان این مسیر در پیش داره، اجازه هم نداره، نباید فکر کنه که خب من چیکار کنم که تو این سفر دردسر نیفتم. واقعا سفر خطرناکی است. اگه انسان بخواد بیگدار به آب بزنه، اگه انسان ناآگاه باشه گرفتار خواهد شد، نه به مقصد نمیرسه که به جهنم میره. پیامبر فرمودن بین مؤمن تا بهشت معتا هولن، 200 هول خطر و گردنه و سختی وجود داره. اهونهن الموت، آسون ترین این گردنه ها و این خطرها خود همین گردنه اولی که مرگ باشه. بعد فرمون لسبعین الف ضربة بالسیف اهون من جذبة من جذبات الموت. 70,000 ضربه شمشیر به پیکر انسان وارد بشه از یک سکرت سکرات موت آسون تر. به همینجا بگم که این مال مؤمن نیست ها، این سختی ها و اینها مال مؤمن نیست. اما کسی که هیچ خبر نداره نون نمیشه، نه نون نمیشه، گرچه نون هم میشه اگه بخواد انسان درست، اما فقط انسان نیاز به نون داره یا نیاز به این داره که بفهم من کجا میخوام برم، راهی که میخوام برم کجاست. از عقلش بپرسه، میگه حتما باید بدونی. از
دلش میپرسه، دل با همه وجود دوست داره که ببینی که انسان سرانجامش به کجا منتهی میشه. میاد خدمت قرآن، ببینی بیش از 1100 آیه تو قرآن این بحث رو مطرح کرده. این یعنی چه؟ چون قرآن خواسته همه حقایق رو بگه دیگه. فیه تبیان کل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء هدی للناس هدی للمتقین شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. حالا این کتابی که خواسته همه حرفا رو راجع به هدایت انسان ها بگه، 1/6 حجم خودش رو اختصاص داده به این بحث. از این چی میفهمیم که این مهم بوده، ضرورت داشته و نون آب میشد، منتها نون آب معنوی. همینطور شما برید سراغ روایات، فقط کتاب بهار انوار ما 6 جلدش، از جلد 6 تا جلد 11 تماما بحث معاده. شما هر جلد مثلا فرض کنیم که 750 صفحه حساب کنی، هر فرض کنم که صفحه هم 4 تا حدیث حساب کنید، چیزی قریب 17-18 هزار حدیث تو این یک کتاب اومده راجع به بحث معاد. این یعنی چه؟ یعنی خیلی ضرورت داشته که اهل بیت انقدر بهش توجه کردن. در این باره انشاءالله تو مقدمه صحبت خواهیم کرد. انشاءالله. خیلی ممنونم استاد عزیز. اگر اجازه بدید ما یه فاصله بگیریم، مجدد دوباره برگردیم و بخش پایانی ادامه طرح سوالات مردم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 78 و 79 سوره مبارکه یاسین رو دوستان پخش کردن. ما الان 2 بار قرآن رو ختم کردیم آقا. بله. 2 تا آیه خوندیم دیگه. بله. الحمدلله. توضیحاتش به شما باشه. یه شخص به نام ابی بن خلف یه استخوان مرده پوسیده پیدا کرد، گفت الان میرم محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم محکومش میکنم، حرف میزنم که نتونه جواب منو بده. اومد خدمت پیامبر و این استخوان رو پوت کرد و یه فوتی هم زیرش داد و گفت من یحیی هذه العظام و هی رمیم. کی میتونه این استخوان پوسیده رو دوباره زنده کنه؟ وقتی پوسیده از بین رفته. قرآن فرمود که وضع برنا مثلا برای مثال و نسی خلقه، فراموش کرد که اولش چی بوده. اون کسی که اول خلقش کرده همین استخوان پوسیده هم نبود، هیچ چی نبود، نمیتونه دوباره خلقش کنه. وضع برنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی هذه العظام قل یحیی الذی انشأها اول مره. تو همون کسی که اولین بار خلقش کرده دوباره هم خلقش میکنه. این کسی که اول بار خلق کرده نه ماده اولیش بود، نه طرح نقشش بود، نه قالبش بود، نه صورتش، هیچ کدوم از اینا نبود دیگه. خلق کرده. حالا همه اینها هست، مواد اولیش هست، کار راحت تره که تجربهش هست، قالبش البته به خدا فرق نمیکنه. نه منظور میگم با عقل ناقص خود آدم میگم یه اینجوری که کار راحت تره که ابزار اولیه. بله. قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. او آگاه هست که هر خلقی چه خصوصیاتی داره و میدونه. حالا بعدا انشاءالله راجع به شیوه قرآن برای اثبات معاد ما یه بحثی داریم که قرآن برای اثبات معاد یه شیوه خاصی در پیش گرفته، غیر از اون شیوه که حکما که همون اول میرن برهان حکمت رو مطرح میکنن، برهان عدالت رو مطرح میکنن. قرآن یه شیوه خاصی داره، مرحله میره جلو، گام به گام. اول امکان معاد رو ثابت میکنه، مثل همین آیه که اونجا آمد. بعد وقوع رو ثابت میکنه که اتفاق افتاده. شما چی میگید؟ مرداد زنده شدن، طبیعت زنده میشه. بعد ضرورت و لزومش رو ثابت میکنه، گام به گام میره جلو. این در واقع یکی از اون گام‌های است که قرآن برای اثبات معاد ازش استفاده میکنه. بله. خیلی ممنونم. گفتن آیا با توجه به اختیاری که خدا به انسان داده اشکالی داره که انسان خودش زمان حیات و مماتش رو مشخص بکنه؟ اختیاری که خدا به انسان داده در چارچوب قدرت و حدی است که خدا مشخص کرده. خدا به انسان اختیار داده که دلت میخواد نماز بخون، دلت میخواد نماز نخون. اما این که بخواد نماز رو یه جور دیگه بخونه، نه دیگه، اینو دیگه اختیار نداره. بیای من اختیار دارم که در نماز هم نخونم، نه، لا صلات الا بفاتحه الکتاب. نمازی که توش هم نباشه نماز نیست. اونجا اختیار نیست. خدا به انسان حیات داده وش هم اختیار داده که از این عمرش هر جور دلش میخواد استفاده بکن. اما اختیار هم داده که خودشو بکشه، نه. تشریعاً این اختیار رو نداده. تکفیراً چرا؟
مثلا بخواد خودش بکشه، بخواد به حیاتش خاتمه بده میده، اما خلاف شرع عمل کرده. خداوند به انسان اختیار داده که میخوای نماز بخون، میخوای نماز نخون. تکوینا اختیار داده، تشریعا گفته باید نماز بخونی، واجب نماز بخونی. تکوینا گفته دلت میخواد روزه بگیر، اختیار داری دیگه، میخوای روزه بگیر، میخوای نگیر. بعضیا میگیرن، بعضیا نمیگه. اما تشریعا گفته حتما باید روزه بگیری. روزه نگیری شلاق داره، عذاب داره، جهنم هست. هم قضاشو باید بعداً بگیری، هم باید کفاره بدی، هم گناه بزرگ انجام دادی. اینا چیه که تشریعه. پس بله تشریعاً ما حق نداریم حیات خودمون خاتمه بدیم. تکوینا چرا خیلی خودکشی میکنن، پس به اختیار خودشون چیکار میکنن؟ این دوتا اصلا جدا بشه. اون قدرت اختیار در تکوین یه چیزی است، تشریع میاد اونها رو مشخص میکنه که از این اختیار کجا حسن استفاده کن و میگه کجا سوء استفاده نکن. اینا دیگه تشریع هست. اینجا هم همینطوره. تکوینا کسی میتونه به حیات خودش خاتمه بده. بله. یه چیزی به ذهنم میاد. ببینید درسته، من فکر میکنم که ما به لحاظ زمانی، یعنی به لحاظ کمی نمیتونیم مشخص بکنیم زمان مرگمون رو، اما به لحاظ کیفی چرا؟ یعنی شاید بتونیم تعیین کنیم چه جوری از این دنیا بریم. همون کمی هم میتونیم کم و زیادش کنیم. همین که مثلا کسی خودشو بکشه. نه اجازه شرع رو دارم میگم. اجازه شرع به لحاظ زمانی که ما نداریم، خدا میخوام بکشم در هیچ صورتی، درسته؟ بله. ولی به لحاظ کیفی چرا دیگه میتونم مثلا برم جبهه در راه جهاد خدا، دارم میرم اونجا یا جوری زندگی بکنم مثلا به اون مرحله شهادت برسم. منظورم اینه. بله اونجا هم انسان در واقع مرگ رو انتخاب نمیکنه، جهاد رو انتخاب میکنه. منظورم کیفیت مرگه، چگونگیش رو میتونیم ما مشخص بکنیم. بله. با نوع زندگیمون میتونیم چگونگیه، میتونه به اون سمت حرکت کنه. تو اونجا هم باز اراده خدا ممکنه که چیز دیگه باشه. یعنی ما جوری نداریم مثلا تو روایات که انسان اگر این مدلی زندگی بکند، چرا مثلا این به این شکل یا مثلا راحت تر به این توی این، چرا احتمال اینکه این اتفاق بیفته احتمال خیلی زیادی است. خیلی ممنونم استاد. پرسیدن که من پسر 22 ساله داشتم که بر اثر سانحه‌ای از دنیا رفت. آخه خدا رحمت کنه. من هر موقع ایشون رو در خواب میبینم توی سن بچگی میبینم. میخوام بدونم چرا. من یکی از منابع خواب خود بایگانی ذهن انسانه. آنچه که در ذهن انسان بایگانی شده در خواب معمولاً بازسازی و تذکار میشه، یادآوری میشه. چون پدر و مادرها معمولاً چی تو ذهنشون بایگانی میشه همون دوران کودکی بچه هست که خیلی هم نیاز داره، خیلی هم باش انس بیشتری دارن. یواش یواش که دیگه بچه رو پای خودش میایسته دیگه اون ارتباط کمتر میشه، تو بایگان ذهن هم کمتر منعکس میشه و خواب هم انعکاس همونه. شما اونجا که در ذهنتون بایگانی شده بود تو خواب میبینید. من تصور اینه که این خواهر یا برادر محترم که سوالا پرسیدن نگران اینن که یه وقت بچه نکنه تو عالم برزخ مثلا به شکل اون جوان 22 ساله مثلا کوچک شده باشه، کودک شده باشه. نه، اونجا سن کامل داره، همون سن 22 سال بلکه 33 سال و سن کامل. در برزخ نه پیری و این چیزها وجود داره وجودی که در دنیا وجود داره، نه و اون از کنم که کودکی به این معنا که در دنیا، چون این کودکی و پیری و اینها مال این جسمه، مال این بدنه. اون بدن برزخی این چیزها رو نداره، مگه اینکه تمثلی تو ذهن مخاطب داشته باشه و یعنی حقیقت خودش، یعنی هر علتی هست به این طرف برمیگره نه به اون طرف. بله برمیگرده به ذهن خود همین خواهر محترم و اینها. برای نگران نباشن اینکه حالا به اون شکل میبینن، نگران نباشن. خواب انواعی داره، زمانش فرق میکنه، مکان فرق میکنه، حتی اون شرایط فیزیکی انسان خوابیده اون تأثیر داره در خوابش. اگر شما مثلا فرض کنید که وسط تابستون خوابیدید، خواب میبینید داره برف میاد، برف خیلی شدید، از خواب بیدار میشید میبینید که مقابل کولر خوابیدید، پتو هم رفته کنار، سردتون شده، خواب برف میبینید. یعنی اون سرما اومده خواب شده تو ذهن شما. یا مثلا فرض فرمایید که انسان خوابیده میبینه که مقام معظم مرحله داره صحبت میکنه، شما هم 2 متریش نشستید، گاهی هم به شما نگاه میکنه، شما هم کاملا به اون نگاه میکنید، داره سخنرانی میکنه
وقتی از خواب بیدار میشه میبینید تلویزیون روشنه، دقیقاً همون حرفایی که شما تو خواب میشنیدید او داره میگه. فرض کنم که حتی این شرایط فیزیکی تاثیر داره، تا چه برسه که در ذهن انسان بایگانی شده و اینها. من یه حدیث زیبایی از پیامبر بخونم، این حدیث رو دوستان داشته باشن، شاید بعدا هم به مناسبت‌های دیگه ما راجع به خواب بیشتر صحبت کنیم. اجالتا کتاب‌های در زمینه خواب نوشته شده، شاید چمران مطالبی راجع به خواب داشتن که مطالب جالبی بود که انسان 3 مرحله وقتی میخوابه، اون 1/3 اول چه حالی داره، چه خواب‌هایی می‌بینه، 1/3 دوم چه خواب‌هایی می‌بینه، 1/3 سوم چه خواب‌هایی می‌بینه که هر کدام از اینها جداست. بله. فرمایش پیامبر این هست، فرمود که الرؤیا ثلاثه، خواب 3 نوع است. تبشیر من الرحمن، مژده است از سوی خدا، این هم رویاهای صادقه هست. آنچه که انسان می‌بینه حقیقت داره، منتها باز همین هم نیاز به تعبیر داره، نیاز به تعبیل داره. این خواب به کجا برمیگرده؟ ولی به هر حال اینها رویای صادقه هست. یک، تحزین من الشیطان، خواب‌های شیطانی، منشأ شیطانه، میاد تو عالم رویا و انسان اذیت میکنه. گاهی باعث مثلا احتلام میشه، شما تو دعای احتلام میشه ان یتلاعب بی الشیطان، اللهم انی اعوذ بک من الاحتلام و ان یتلاعب بی الشیطان. خدا من از احتلام به تو پناه میبرم، از اینکه شیطان بخواد سر به سر من بذاره به تو پناه میبرم. اینم نوع دوم خواب‌ها که خواب‌های شیطانی باشه. نوع سوم پیامبر فرمودن و اضغاث و احلام، خواب‌هایی که در هم تنیده و در هم برهمه که عمده خواب‌ها همین باشه که خیلی از خواب‌ها از همین جنس سومه. بنابراین خلاصه در زمینی که نمیشه رو خواب خیلی حساب کرد. مثلا بگیم که چون من خواب دیدم که ایشون در سن مثلا 6 سالگی است یا در 15 سالگی است حتما کوچیکه. نه، خواب فاکتورهای متعددی در کم و کیف خواب تأثیر کرده که من از فاکتورهای فیزیکی شروع کردم و سایر فاکتورها، نفس انسان، زن باشه یا مرد باشه، عالم باشه یا غیر عالم باشه، ذهنیاتش، اون بایگانی ذهنش توش چیا بایگانی شده باشه، همه اینها در کم و کیف خوابش تاثیر داره. خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز و گرانقدر. خیلی از شما ممنونم که وقت گذاشتید و به سوالات مردم با 300 پاسخ دادید. خیلی دقیق مثل همیشه و فنی. اوامر ندارین، محتاجیم به دعاتون. سلامت باشید. جدا این شب‌ها و روزها برای مردم، برای ما نفس بزنید. محتاج داریم از همه دوستان عزیز بیننده. مخلص شما هستیم. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. حالی دستاد، لحظات افطار، لحظات سحر، لحظات افطار نمیگم چون عجله دارین زودتر میخواین افطار کنین، من که خودم اینجوری ام، یعنی ولی کلا هر جای این 24 ساعتی که شما در طول یک شب و روز میگذره حالتون خوب بود، سیمتون بس بود، برای همه اهالی یاد خدا نفس بزنید. دیگرانی که دارن برنامه رو میبینن که انشالله حال دل هممون خوب باشه به برکت این شب‌ها و روزهای ناب ماه مبارک رمضان. التماس دعا یا حق. خدا